5 رکن قرار داده که معروف به ارکان اسلام. در رأس همه شهادتین. بعد از شهادتین اقامه نماز و بعد روزه رمضان و بعد پرداخت زکات و حج خانه خدا برای کسی که استطاعت مالی و بدنی داشته باشد. این 5 رکن ارکان ظاهری اسلام هستند. هر کسی این 5 تا داره در ظاهر قضیه مسلمان است، اما اینکه خداوند این اعمال رو ازش قبول میکنه برمیگرده به نیتش، با چه نیتی این اعمال رو انجام میده. و اعمال اسلام بر ظاهر هست، باطن به خداست. حق نداریم در باطن کسی تفتیش بکنیم، بلکه چیزی که لازم هست همدیگر را به اخلاص و طهارت درون و پاکی دل و حسن نیت تشویق بکنیم و ترغیب بکنیم. اما کسی که این 5 رکن رو انجام بده از ظاهر قضیه مسلمان است و معصوم الدم و محفوظ الدم. در ممالک اسلامی به او امنیت داده میشه. خب شهادتین، مشخص است از کلمه شهادتین که انسان باید چیزی را گواهی بدهد و در گواهی دادن حتما باید آگاهی مسبق باشد، اطلاع و آگاهی کامل از واقعه و جریان مسبوق باشد، یعنی سبقت بگیرد. یعنی انسان بر چیزی که نمیداند و اطلاع ندارد نباید شهادت بده. یه نفر میاد میگه من میخوام به نفع فلانی شهادت بدم، قاضی ازش میپرسه تو در جریان قضیه اونها هستید، اطلاع دارید، میدونید؟ شهادتین به اسلام هم همینه، این که شما بخواهید شهاده بدید که خدای واحده، معبودی به حق جز او نیست و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاده بر حق خداست، صادق المصدوقه، حتما باید با اطلاع و علم کامل باشه، وگرنه گواهی تو گواهی ناقص. چطوری کسی که عظمت خدا رو نمیدونه، خدا رو نشناخته، نتیجهش همین غصا میشه، همین انبوه جمعیتی که دشمن در قلبشون خیمه زده. این گواهی دادن بر یا گواهی دادن بر واقعیت ها نیست. یکی از صفات بارز مؤمنین السائحون هست در سوره توبه آیه 112: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر و بشر المؤمنین. خداوند 9 تا صفت رو برای مؤمنین در سوره توبه آیه 112 شمرده. صفت 4 السائحون، سیر و سیاحت فکری که تبدیل به معرفت و شناخت در مقابل عظمت خدا می شود. بعد از سائحون گفته الراکعون الساجدون، یعنی رکوع و سجود بعد از رکوع و سجود فکری می آید و این فکر است که با تفکر و اندیشه و نگاه کردن در عظمت خدا به اطلاع کامل می رسد. میدان تفکر 2 تا، 3 نیست. میدان تفکر
آفاق و انفس سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اما ذات خدا میدان تفکر نیست. اگر کسی در ذات خدا فکر بکنه دچار شک میشه. 3 میدان، 2 باز گذاشته شده برای تفکر، 1 ممنوع. خدا را با قدرت بشناس. بعد از این که انسان نگاه کرد، فکر کرد، این نگاه و تفکر تبدیل به معرفت شد و معرفت تبدیل به اعتقاد و باور شد و اعتقاد و باور تبدیل به اعلان شد. حالا میگه اشهد ان لا اله الا الله. تا قبل از این که شهاده بدید چند تا مرحله باید طی بکنید. اول نگاه عاقلانه، هدفمندانه، خردمندانه، متدبرانه نگاه. بعد از نگاه فکر، بعد از فکر معرفت و شناخت، بعد از معرفت و شناخت باور درونی، و بعد از باور درونی و یقین اعلام این باور به جهانیان. بعد از این که اعلام کردید اشهد ان لا اله الا الله، حالا این اعلامو با همه برنامه هایی که اون معبود داره که تو پذیرفتید بندگی میکنید. میگن یک عربی در جاهلیت آمد بتش را کنار خانه خدا پرستش کند. اول صبح بود، وقتی رفت به طرف بتش، جو بیابون بوده، دید که سر و کله بتش مبلوله، خیسه. نگاه کرد بارندگی که نشده، این طرف اون طرف، دید که معذرت میخوام یه روباهی داره میره. یقین دانست که این روباه تبول کرده بر سر معبودش و خداش. خیلی دلش به حال خودش سوخت که خدایا من تا الان چی میپرستیدم؟ و این بیت شعر رو گفت، همونجا سرود ارتجالی: عرب یبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت علیه الثعالب. خدایی که روبا بیاد بر سر او تبول بکند چقدر خدای ذلیلی است. من نمیفهمیدم، سالهای سال اسیرش بودم چون که قوم من میپرستیدن، و چقدر من ذلیل یک ذلیل تر از خودم شدم که نتونه حرکت روبا و دفع بکنه که بر سرش تبول بکنه. بعد نگاه که از کجا اون باور و تفکر جرقه زد. فکرش فعال شد و معنای واقعی زندگیشو پیدا کرد. وقتی پیدا کرد و فکرش فعال شد، این خدای ساختگی پوشالیشو بلند کرد، زد به زمین، دو نصف کرد، گفت من همچین خدایی نمیخوام، و راهشو پیدا کرد به سوی خدای حق. تو میخوای گواهی بدی، اشهد، و یک بدوی و صحرانشین دیگه خیلی راحت میگه که البعیرة تدل علی البعیر. میگه وقتی در بیابان میری مدفوع شتر دلالت بر وجود شتر میده. به همین راحتی. فکر دیگه، این آثار یه شتری که از اینجا رد شده. و بعد میگه که آثار سیر و قدم دلالت بر سائر میده. شخصی اینجا سائر بوده و رد شده، مسیر رو طی کرده. بعد خودش میگه، درسم نخونده. فعال شدن فکر کاری به درس خوندن نداره. درس خوندن معلومات و اطلاعاتت اضافه میکنه، نه فکرتو. درس خوندن اطلاعات تو، هر علمی بخونی به اطلاعات افزوده میشه، سبب تقویت ایمانت میشه.
ولی چیزی که فکر رو تقویت میکنه تمرین فکر کردنه، فعال کردن فکره. از کنار این مخلوقات مملو از عجایب بی تفاوت نگذریم. و امروز رسیدن به عظمت خدا در مخلوقات خدا از هر زمانی آسان تره. برید جزیره های مرجانی طراز اول دنیا رو در مالدیو ببینید. کشور مالدیو یا مالدیو چند تا نقطه تو اقیانوس هنده، یک کشور 350,000 نفری، همه شافعی مذهبن، رئیس جمهورشون هم فارغ التحصیل دانشگاه الازهره. بزرگترین منبع درآمدشون توریستیه. زیباترین جلوه های هنری خداوند در زیر آب تو این جزیره هست. امروز جلوه های هنرنمایی و عظمت خداوند زیر آب راحت میشه با $100 رفت تو آکواریوم، رفت پایین، یک تونل 1 کیلومتری 500 متری برید تو زیر آب تماشا کن، فقط بگو سبحان الله، سبحان ربی العظیم، ما اعظمک. تو چقدر بزرگی که این همه مخلوقات پیچیده و ظریف و متنوع و رنگارنگ و آفریدید و برای هر کدوم حد و مرزی قرار دادید، میدانی دادید. امروز انسان اونقدر پیشرفته شده چون فکرشو فعال کرده که بهتر از ماهی شنا میکنه. اصلا شنا کردن کار ماهیست، ولی انسان طولانی‌تر و سریعتر و قوی‌تر از ماهی شنا میکنه. بهتر و قوی‌تر و بلندتر از پرنده که کارش پرواز کردنه پرواز میکنه. شما دیدید پرنده‌ای 30,000 پا پرواز بکنه؟ اصلا منجمد میشه. اگه یه شکافی تو هواپیما ایجاد بشه، افرادی که داخل هواپیمان تو 30,000 پا یخ میزنن. پرنده یه مقداری که رفت، ولی این انسان چیه؟ راه رفتن کرمه ها و مارها رو بهتر از خودشون راه میره. راه رفتن حیوانات تیزرو، دیدن انسان قدرتش حتی از دیدن عقاب و دیدن جغد، میگن جغد در شب 60 کیلومتر میبینه. یه موشی، یک خرگوش وحشی که همرنگ خاکه تکون بخوره اشعه داره زوم میکنه روش، ولی انسان از همه اینها بهتر میبینه، بهتر راه اینا رو چه و کارشون رو انجام میده، ولی راه خودش گم کرده. با این وجود نمیگه اشهد ان لا اله الا الله. حالا خیلی دیگه مادر بزرگش رو دوست داشته باشه، ازش خواهش بکنه پسرم بگو اشهد ان لا اله الا الله، میگه باشه به خاطر تو میگم، به خاطر مادر بزرگش که دوست داره نماز بخونه، به خاطر پدر بزرگش. پی میبریم از این قضایا که برای شهاده دادن تنها علمم کافی نیست، بلکه توفیق لازمه. بعد همین بدوی صحرانشین میگه که و السماء ذات ابراج و الارض ذات فجاج و البحار ذات امواج افلا يدل على الواحد القهار. وقتی مدفوع شتر دلالت بر شتر میده، به این سادگی آسمانی با این همه ابراج و منازل، اقیانوس‌هایی با این همه امواج پرتلاطم، زمین با این همه فراز و نشیبهاش و فجاجش، آیا دلالت در واحد قهار نمیده؟
ولی وقتی این فکر تعطیل میشه، پروفسور هم مشروب میخوره، پزشک هم سیگار میکشه. پس هدایت توفیقی هم هست، باید توفیق هدایت آدم پیدا بکنه. نه هر انسان هایی که تعریف خوبی میکنن، تعریف سلامتی میکنن سالمن. خیلی پزشکا تعریف سلامتی میکنن، سرنگ های سلامتی رو تزریق میکنن به انسان ها، ولی خودشون سیگار تو دهنشونه. پس خوب شدن توفیق میخواهد، اما صحبت خوب کردن توفیق نمیخواد. خداوند درباره منافقین هم گفته این یقولوا اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و این یقولوا تسمع لقولهم. درباره منافقین میگه اگر نگاهشون بکنی خوشت میاد، اگر صحبت بکنن طوری شیفتت و جذبت میکنن که انهم خشب مسنده، مثل تخته های خشک تو خالی که تکیه داده شده. پس اشهد ان لا اله الا الله گفتن امروز خیلی علمی و در دسترس همه. ما میخواستیم بریم نمایشگاه کتاب، پسرم گفت بابا برای من این اطلس هست، اطلس طبیعت، برای من این بخر، من میخوام درباره طبیعت بدونم. بچه ابتدایی بابا میری نمایشگاه، برای ما این کتابا رو بخر، میخوام درباره اسرار طبیعت. بعد از مدت خالی یه سری کتاب خریدیم، حالا میگه کتاب درباره نجوم برای من بخر. حیوانات و مخلوقات زمینی، حالا میگه درباره نجوم. مسائل همه موجودات انسان با عقلش، با تفکرش، با علمش، با قدرتش آمده چه؟ به رشته تحریر و تصویر در آورده. اما مخلوقات دیگه تو حسشون و حواسشون خیلی قوی تر از انسانن. انسان با عقلش همه چی رو مسخر و رام کرده، ولی حس برتر حیوانات دارن. حس بویایی 1 میلیون برابر انسانه. به همین منظور از سگ‌ها استفاده میکنن برای کشف جرایم. بو میکشه، شامش خیلی قوی است. پس انسان با تفکرشه که خلیفه خدا شده و جانشین خدا شده. این چه نعمت بزرگی و کجا خدا قرار داده. اصلا تو ترکیب عقلت اگه نگاه بکنی، اگر خداوند عقل رو پا قرار میداد چی میشد؟ با سنگ و خار و سیخ و شن و تپه و خار و خاشاک در حال تصادم بود. ولی عقل اینجاست، خار تو پات بره هیچ. بالا قرار داده تو این صندوق، دورش هم یه غلاف قوی، بعد مو هم گذاشته که آفتاب نزنه. چرا انسان فکر نمیکنه؟ فکر میکنید که دین محمد دین مولاییه؟ سرت بنداز پایین مثل میش، باور بکنید میش از خیلی انسانها هم باهوشتره. شما اگر دقت بکنید به میش و حیوانات، وقتی که بهار میشه و زمین سرسبز میشه، خوب دقت بکنید به میش، دقت نمیکنید. وقتی که سرشو پایین بکنه که میکنه که علف بخوره، اول چی کار میکنه؟ چون بعضی بوته ها سمی هستن، محال قیچی بکنه. اون میدونه چه بوته هایی رو قیچی بکنه. شرف انسان به قدرت تفکرشه. اسلام دین ملایی و دین من درآوردی و دین بدون تفکر نیست. 3 سلطان در انسان حاکمه، قدرت داره. هر انسانی 3 سلطان برش حکومت میکنه.
یک سلطان عاطفه و احساسات. انسان بی عاطفه یعنی هیچ. ولی اگر که زمام انسان دست عاطفش باشه بدبخت شد. بعد داریم سلطان عقل. حتی اگر زمام انسانم دست عقلش بشه بدبخت میشه. بعد داریم سلطان شرع و دین. عاطفه ما باید آمیخته به تعقل باشه و تعقل ما باید آمیخته به دین باشه و فوق کل ذی علم علیم. عقل کل اللهه. پس زمانی ما شهاده میدیم به اسلام، شهادتین به الله، که مسبوق به علم باشه. اشهد ان لا اله الا الله، با علم اون مراحل رو باید طی بکنید و بعد از این که مراحل رو طی کردید باورهاتو اعلام بکنید. حالا که به یقین رسیدی که خدایی جز خدای برحق نیست با همه اوصاف عظمت، حالا اعلام میکنید تا بشریت بداند و همه مخلوقات بداند که تو عبد کی هستید و بنده کی هستید. اینجاست که میگه اشهد ان لا اله الا الله. اگر تو دلت بگید بعد از شناخت اسلامت قبول نیست، باید فریاد بزنید تا همه بدونن که تو چه کاره هستید، تو ملک کی هستید، تو معبودت کیه، عبد کی هستید. و اشهد ان محمد رسول الله. آیا محمد رو با صفات عظمت شناختیم؟ یا مادر بزرگ خواهش کرده که محمد آدم خوبی بوده، حالا پیغمبر بوده، شما قبولش بکنید، باور بکنید. نه خدا میخواد تو اینطوری خدا رو قبول بکنید و نه پیغمبر میخواد صلی الله علیه و سلم تو اینطوری پیغمبر رو قبول بکنید، چون مادر بزرگت ازت خواهش کرده یا مادرت ازت خواهش کرده. اگر اینطوری بود که همه آیات قرآن، خصوصا آیات مکی قرآن، تو 13 سال با کلمه شعور و تفکر و تدبر ختم شده. همه آیات مکی قرآن در طول 13 سال، یعنی بزرگترین خدمتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عرب جاهلیت صدر اسلام کرد در قریش و در مکه، این که قدرت تفکر اونها رو فعال کرد. بس. یعنی تو 13 سال نه بهشون گفت نماز بخونید، فایده نداره نمازی که فکر نباشه. نه بهشون گفت نماز بخونید، نه بهشون گفت روزه بگیرید، نه بهشون گفت خم بشید، نه بهشون راست بشید، هیچ. فقط گفت فکر کنید. یعنی بزرگترین خدمت به اونها کرد. وقتی که فکرشون فعال کرد، خودش رفت بیرون، با پای برهنه دنبالش افتادن، مال و اموالشون رو رها کردن. قریش آمد مال و اموال رو مصادره کرد، اصلا با پای برهنه گفتن هیچی نمیخوایم. کسی که عقل داره کفشش پیدا میشه، کسی که فکرش فعال شد تن برهنش پوشیده خواهد شد. و ظرف 10 سال دولتی رو پایه‌ریزی کرد با همون پابرهنگانی که اموالشون رو مصادره کردن ولی سرمایه‌ای به اسم فکر به دست آوردن. بعد رفت همون مکه رو فتح کرد. یعنی در خلال 8 سال، فتح مکه سال 8 هجری بوده، تو 8 سال یه لشکر 10,000 نفری آماده برای مرگ، اما خواهان صلح، آماده برای جنگ با خویشاوندانشون. خوب دقت بکنید، با اهل محلشون، با اهل مکه. پیامبر سال 8 هجری برگشت با 10,000 نفر، ولی به تنهایی رفت، 2 نفر بودن رفتن. فکر آدم وقتی فعال میشه اینطوری میشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از بعثتش از جزیره العرب محدود خارج نشد، خروج فیزیکی نداشته به جز سفر اسراء و معراجش، سفری که به شام داشت قبل از تو سن نوجوانی و اول جوانی بود. ولی قدرت فکرش اونقدر قوی بود و وسیع بود که
کل بشریت رو در بر گرفت و در فاصله کوتاهی جهانی شد، همه رو گرفت. فکر وقتی فعال میشه اینطوری میشه. افرادی تربیت کرد که دیگه اصلا نه سرد نه گرم نه دریا نه اقیانوس نه باد نه باران نه گرسنگی نه تشنگی نه بیابون، این فکر وقتی فعال شد به انسان نیرو و نور و قدرت و توان و خستگی ناپذیری میداد و دنیا رو فکرمند کردن. همه چیز تسخیر فکر انسان میشه. تو بحث تفکر 3 مطلب هست: یکی فکر کردن، یکی مثبت فکر کردن، یکی جهانی فکر کردن. و فکر زمانی چتر نجاته که فکر انسان باز بشه. چتر نجات اگر تو هواپیما بپری پایین بسته باشی سقوط میکنی، چتر نجات هم دستت باشه. این فکر انسان ها باید باز بشه، فعال بشه. این عربی که تا دیروز چه کارهایی نمی کرد شد استاد بشریت، معلم بشریت، چه شخصیت هایی رو تربیت کرد. آیا ما گواهی می دهیم و اشهد ان محمد رسول الله دروغ نمیگیم؟ گواهی بار بر مبنای شناخت باشه. چقدر شناخت داریم که میگیم من تو رو میشناسم؟ میدونی گواهی دادن یعنی من تو رو میشناسم، قبولت دارم. و چطوری میشناسی؟ کدوم قسمت زندگیشو میشناسید؟ قهرمان قهرمانان بود، بطل الابطال. یک مدیر بود، یک برنامه ریز بود، یک سیاستگزار بود، یک فرمانده نظامی بود، یک روانشناس بود، یک جامعه شناس بود. ولی بالاتر از همه اینها نبی و رسول و هدایتگر بود. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پس شهادتین باید بر مبنای شناخت باشه تا نتیجه بده. بعد از اینکه اینو اعلام کردید، حالا مسائلی روی این قضیه مترتب میشه. حالا تو اصل قضیه رو پذیرفتید، حالا باید به امر کسی که به عظمتش گواهی دادید باشید. حالا باید در مقابل این شناخت و بزرگی تعظیم بکنید. حالا میاد نماز. نماز یعنی تعظیم در مقابل عظمت و بزرگی که خودت اعتراف کردی و گفتی اشهد ان لا اله الا الله. تو خیلی بزرگید. بلا فاصله اقامه نماز بعد از شهادتینه. تعظیم. وقتی انسان به عظمت چیزی پی برد کرنش میکنه، تعظیم میکنه. نماز تعظیم عملی باورهای توست. باورهای تو عظمت رب. این باورها باید چه تو رفتارت متجلی بشه. اگر نماز نخوندی تو عظمت رب یعنی شهادتین تو نقض کردید. و نماز یعنی جایگاه عبد. از عبد تواضع زیبنده است و از رب کبریا و بزرگی و جلال. جایگاه ها رو نباید جا به جا بکنید. ظرفیت تو فقط برای تواضع قالب ریزی شده. در نتیجه وقتی که عبدی که باید متواضع و فروتن باشه متکبر میشه، خارج از گنجایش و ظرفیتشه. شما دیدی عبدی متکبر بشه بتونه زندگی درستی بکنه؟ اصلا متلاشی میشه، تکه تکه میشه. چون که آمده چیزی رو تو قالبش ریخته که ظرفیتش نیست،
کبریا ظرفیت اللهه. عظمت و جلال و کبریا ردای اللهه. و خداوند در حدیث قدسی میفرمایند که کسی که در جلال و کبریای من، در لباس من با من منازعه بکنه، قسمته، دو نصفش میکنم. تو یه متکبری اصلا قوی تر از فرعون. امروز بچه های ما تاریخ فرعون رو میکنن، چقدر مسکین بوده. قوی تر از قوم عاد و ثمود، به کجا رفتن؟ قوی تر از نمرود، قوی تر از قارون از نظر اقتصادی. ایمان یعنی ظرفیت سازی برای عبد بی نهایت ظرفیت. تو دنبال جلال و شکوهی، تواضع بکن. من تواضع لله رفعه. اگه تو دنبال شکستی، تکبر بکن. کل قرآن اگر ورق بزنید، هر 6666 آیش فقط 2 تا مطلب رو میگه جایگاه رب کجاست، جایگاه عبد کجاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بلا فاصله بعدش میگه اهدنا الصراط المستقیم. قبلش چیه؟ الحمدلله رب العالمین، این جایگاه ربه. الرحمن الرحیم جایگاه ربه. مالک یوم الدین جایگاه ربه. حالا جایگاه خودش، وقتی که جایگاه رب رو اعلام کرد، حالا جایگاه خودش هم شناخته. ایاک نعبد، به دست پای خدا میفته. و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. با چه تواضعی دعا میکنه، منو بپذیر، منو هدایت کن، عبادتمو اختصاص به خودت بده، تعظیم و تکبیر و تهلیل و همه اعمال و رفتارم. جایگاه تو جایگاه ربوبیته. جایگاه ها رو عوض جابجا نکنیم، خراب میشه همه چیز. صفت الوهیت و قدسیت های کاذب به بندگان خدا ندین. از خود طاغوتی درست نکنین. خداوند حتی به پیامبرش گفته حق نداری مردم متوجه خودت بکنی، تو عبد منی، فقط یک چیز به بندگان من بگو، انا عبد الله و اجتنب الطاغوت. نه اینکه از خودت یه خدایی درست بکنید. ولی خیلی از ماها و امثال ماها مردم رو وابسته به خودمون میکنیم. به جایی که بگیم بالا، یک تقدسگرایی ایجاد کردیم کاذب که زیرش خالی است. اگه دستمون نبوسیدن ناراحت میشیم، اگه خم نشدن ناراحت میشیم، اگه پیشانیمون نبوسیدن ناراحت میشیم، اگه القاب بهمون ندادن ناراحت میشیم. جایگاه ها رو جا به جا کردی. بالاترین درجه‌ای که خدا به یک انسان داده این که پذیرفته که تو عبد منید. هر کسی خدا لقب عبد بهش داد، این بالاترین تاج در دنیاست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بعد از این تعظیم فکری و اعتقادی، حالا خم شدن و سر به سجده گذاشتن حالا لذت بخش میشه. حالا میاد تو سوره توبه هم همینه، السائحون، بعد میگه راکعون الساجدون. اول سیر و سیاحت فکری که فکرت رکوع بکنه، تعظیم بکنه، بعد دلت سجده بکنه. حالا اگه کمرت خم شد، نور علی نوره. اقامه نماز نشانه تشخیص دادن عبد جایگاه خودش. اینجاست که خدا حالا بلندش میکنه، میگه من تواضع لله رفعه. بعد میاد روزه رمضان. دوباره یک اعمال ظاهری، دوباره جایگاه. وقتی که پذیرفتید تعظیم خدا بکنید،
حالا خداوند مرحله به مرحله با برنامه‌های متنوع به تو عبودیت تزریق میکنه. یک عبودیت با نماز. همه عبادت ها دو تا خاصیت دارن و یک فلسفه آشکار تو هر عبادت ها. تو هر عبادتی یک فلسفه آشکار و فلسفه های جانبی. تو نماز فلسفه های زیادی هست، اما بارزترین فلسفه نماز تواضعه و هر عبادتی دو چیز تولید میکنه، یکی نور و یکی نیرو. خاصیت هر عبادت اینه، نور رو تولید میکنه که راه پیش رو تو ببینی و نیرو رو تولید میکنه که بتونی تو اون راهی که درخشندگی داره با این عبادت توان راه رفتن پیدا بکنید و بدرخشید و همجور نفع برسانید و تحول بیافرید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. الصلاة نور. حدیثه. بعد میای رو روزه بارزترین فلسفه روزه پرورش اخلاق صبره، یعنی صبر بر عبودیت، صبر از گناه ضد عبودیت و صبر بر مصیبت ها و آزمایش ها. روزه 3 تا صبر رو ایجاد میکنه. فلسفه های زیادی داره، نودوستی و فلان و یک رنگی و نمیدونم فلان و خیلی مسائل دیگه، اما بارزترینش پرورش اخلاق صبره. معروفه که ماه رمضان ماه پیروزی است و ماه فتحه و غزوه بدر در ماه مبارک رمضان بوده، غزوه فرقان بهش میگن، و هر پیروزی که نصیب مسلمان‌ها شده نشانه استقامت و پرورش اخلاق صبره. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بعد بیام رو زکات. زکات هم دوباره یکی از میادین عبودیته و تحقق بخشیدن به عبودیت و خیلی زیباست. تجار و سرمایه‌داران افتخار بکنن که مال زکاتی دارن زکات بدن، پول خیر دارن صدقه بدن، امکانات دارن که در اختیار هم نوعان خود بگذارن. ما 5 تا رکن اسلام داریم، تو 3 تاش فقیر و تاجر مشترکه، 2 تاش منحصر به فرده، یکی زکاتش و یکی حجش برای تاجر و سرمایه داره. تاجر نباید از خداوند 2 تا تشکر ویژه بکنه. فقیر آه میکشه که پولی داشته باشه امرار معاش بکنه تا چه برسه که صدقه بکنه، خیر بکنه، مدرسه بسازه، مسجد بسازه، بیمارستان بسازه. ولی میبینیم تاجر زکات مالش نمیده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی مالی که خدا به تو داده یک توجه ویژه به تو کرده. که رکن 4 اسلام نصیب تو بشه و مالی که به تو داده که با پولت بری حج رکن 5 اسلام هم نصیبت بشه. خیلی عجیبه. بارزترین فلسفه زکات نودوستی است، ترحمه، عاطفه های زیباست و فرهنگ زکات دادن اینه که یکی از میادین بزرگ عبودیت رسیدن به عباد الله. خوب دقت بکنید، نه تنها خدمت خالق کردن عبودیته، خدمت عباد الله و بندگان خدا کردن به قصد راضی کردن رب تحقق بخشیدن به عبودیته.
هر جایی که صحبت از تعظیم خداست و حق خداست، صحبت از حق عبده و عباد الله. اقیموا الصلاة آتوا الزکاة. قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. تشویق نمیکنه کسی به مسکین و فقیر غذا بده، حتی تشویق زبانی. فلسفه زکات خیلی وسیعه. در اسلام هیچ ممانعتی نیست و هیچ خلیفه‌ای نمیتونه فیلتر بذاره برای درآمد فرد و حد بذاره که تو این حدته نباید از 100 میلیارد بیشتر تجاوز بکنه سرمایت. فقط یه حد میذاره که سرمایه گذاری تو حرام نباشه و مصرفش هم تو حرام نباشه. در مملکت اسلامی با دید باز نگاه میکنه، با دید باز. تاجر مؤمن سر سالش که میشه قاصد میفرسته پیش فقیه بیا زکات مالم حساب کن. قاصد میفرسته بیت المال که کسی رو بفرستید که زکات مالم حساب بکنه تحویل بدم. پس هیچ حد و مرزی برای سرمایه دار شدن وجود نداره. فقط حد و مرز برای حلال و حرامه. و در مملکت اسلامی کسی با سرمایه دار شدن کسی حق نداره بهش چپ چپ نگاه بکنه. امنیت کامل، تلاش. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای عبدالرحمن ابن عوفی که مهاجر بود با پای برهنه آمده بود به مدینه تحویل یک انصاری داد، گفت این برادرت، هر چی داری نصف کن. و عبدالرحمن گفت 2 تا بستان دارم، هر کدوم دوست داری مال تو، هر کدوم تو انتخاب میکنی، تو برادر مهاجری منی. و رسول الله مؤاخات بین ما قرار داده، گفت بارک الله فی بستانک دلنی علی السوق. گفت من 2 تا خونه دارم، گفت بارک الله فی بیتک دلنی علی السوق، راه بازار نشونم بده. وقتی که عفت نفس و همت عالی و نیت کسب و کاسبی و تلاش عبدالرحمن به رسول الله رسید، رسول الله صلی الله علیه و سلم براش دعای برکت کرد. عبدالرحمن میگه که اگر به سنگی پام برخورد میکرد، سنگ جا به جا میشد، فکر میکردم که یک گنجی زیرشه، به برکت دعای رسول و عفت نفسش و قناعتش. ولی وقتی قافله 700 تا شتر می آمد، یک جا با خدا معامله میکرد. عثمان ذوالنورین هم همطور لشکر روز سختی را به تنهایی تجهیز کرد. عمر فاروق هم همینطور نصف مالش رو تقدیم کرد. حضرت ابوبکر رضی الله عنهم اجمعین کل مالش رو تقدیم کرد. چقدر ما خوشحال میشیم که تعداد کاسبین و تجار و سرمایه‌داران مؤمن روز به روز افزایش پیدا بکنه و اونقدر بذل و بخشش و اشتغال و کارآفرینی و در کنار دولت کارآفرینی و نه این که صبر بکنن پولشون زکاتی بشه زکات مال بدن و عزیزی بیاد دستش دراز بکنه زکات بگیره. تو فرهنگ دینی ما وقتی میخوای زکات بدی غیر از صدقه است، باید بگی این زکاته، به فقیر بگی این زکاته. اگر نگی تو کوتاهی کردید، یعنی فقیر رو مدیون خودت کردی تا آخر عمر دست به سینت باشه با پولی که مال خودش بود، حق بشه. تو پرداخت زکات باید به فقیر بگی این مال زکاته، یعنی مال خودت داری میگیری که فردا که به سلامت هم به سلام نکرد، جواب سلامت هم نداد، مال خودش گرفته، پیشت بوده. ولی ما موزش رو با زکات دادن مصادره میکنیم. 10 تومن بهش میدیم تا آخر اون برده ما میشه، زکات دادیم. ما داریم اشتغال، داریم زکات، داریم صدقه غیر از زکات، داریم قرض،
اینا همش مراتبه. علما میگن اگر سرمایه داری 100 سال 100 میلیون زکاتش میشه، منتظر بشه که سر سال برسه زکات بده، کار خوبی کرده و خوشحال باشه که داره زکات میده. ولی اگر 2 ماه قبل همین 100 میلیون رو یه کارخانه یه شرکتی راه اندازی بکنه که به زکات نرسه، 20 نفر اونجا اشتغال ایجاد بکنه، از این که منتظر بشه تا سر سال برسه 100 میلیون زکات بده، خیلی ثوابش بیشتره. حتی اگه نفر 500,000 تومان هم بهشون بده، سال دیگه هم دوباره منتظر 500,000 تومانه و اونطوری چه ماهی 300-400,000 تومان طول عمرش گیرش میاد. چه بسا خودش سهامدار اون شرکت هم بشه فردا. یه خاطره زیبا و شنیدنی. دوستانی داریم تو دبی یه کارگری که الان شریکدار اربابشه، تعریف اربابش میکرد و دعای خیرش میکرد. میگفت خدا جزای خیر به فلانی بده. روز اولی که آمدم در مغازش، کارگر ساده بودم، حقوق بگیر، نیاز به زکاتم داشتم، کفاف نمیکرد. ولی ظرف 5 سال الان من هم شریکشم، هم اون حقی که تو دکان میام حاضر میشم 1% اضافه میگیرم و خوشحالم که ظرف 5 سال الان پول زکاتی دارم، من کارگر ساده. میگفت فلانی این خدمت به من کرده. خوشحال بود که الان داره زکات میده، دیگه زکات نمیگیره. میگفت این خدمت به من کرده. ولی ما میخوایم که کارگرمون تا آخر عمر کارگرمون بمونه. خوشت نمیاد کارگر یه روز ارباب بشه مثل خودت؟ به جای 5 نفر 50 نفر باشید؟ زکات به 2 معنی است، به معنی رشد و نمو و به معنی تطهیر، و بین هر 2 معنا ربطی وجود داره. هر چیزی پاک شد رشد میکنه، هر چیزی پاک شد رشد میکنه. پس زکات سبب پاکی مالت میشه و سبب رشد مالت میشه. نترس. من یه مثال میزنم، مسائل رو میذاریم به جلسات بعدی. شما سعی بکنید غیر از زکات 10% 20% سودتون رو غیر از زکات اختصاص بدید به کارهای خیر و عام المنفعه. یه مبلغ هم برای قرض الحسنه، یه مبلغی زکات بدید، زکاتتون رو به 3 قسمت بکنید. یک قسمت برای خویشاوندانتون صله رحم بکنید، یک قسمت برای آشنایان و دوستانتون که انتظار دارن، یک قسمت هم بدید به انجمنها برای کارهای عمومی یا انجمنها تحویل. اگر 100 میلیون سرمایه داشته باشید، 10%ش 100 میلیون سرمایه مال خودت، 10%ش 2.5% زکات از همون 10% حساب کن. یعنی 90 میلیون سرمایه مال خودت، 90% سودم مال خودت، 10% سودت 2.5%ش زکات خارج بکن، 2.5%ش صله رحم بکن، 5%ش غیر از زکات صدقه بده. این 5% برای صدها هزار سال و اون 90 میلیون 100 میلیون سرمایه و 90% سود برای 50 سال. انصاف هست؟ متوجه شدید چی گفتم؟ بعضی موقع زکات زیر چشممون خیلی بزرگ میشه. میبینی فلانی مثلا 100 میلیون زکاتشه، چقدر پول داره، 100 میلیون زکاتشه، حالا یک جا نمیتونه بده، زیر نظر سنگین میشه. اینطوری تصور کن.
100 میلیون سرمایه مال خودت 50 سال بیشتر عمر میکنید، 90% سود خالص هم مال خودت، همش برای 50 سال. 10% فقط سود نه سرمایت. 2.5% زکاتش کم بکن، از همین دیگه میمونه 7.5%. 2.5% هم صله رحم بکن، دل قاموخیشات به دست بیار، دیگه میشون 5%. 5% برای 1000 سال، اگه عمر آخرتت 1000 سال باشه بعد از مرگ، ولی 1000 ساله 5%، 100% سرمایه برای 50 سال. از این دیگه انصاف بالاتر. ولی همینم بخیلی میکنی، طرف زکاتش هم به زور میده، هرچی دم دستش افتاد. بعضی دیگه عادت کردن جنس‌های کالاهای اسقاطیشون که دیگه از رده خارج شده چه جزو حساب زکات میکنن. طرف زنگ میزنه که یه سری پارچه اسقاطی و نمیدونم دست دوم و ته انبار مونده، اینا میتونیم حساب زکات بکنیم؟ اینا رو زکات بدیم؟ یا شنیده که ملک و املاک و وسایل شخصی زکات بهش تعلق نمیگیره، حساب میکنه که 200 میلیون پول زکاتی داره، قبل از این که برسه یک ماه یک ماشین چه بنز وارد میکنه 200 میلیون میکنه زیر پاش، زکات که تمام شد بنزشو میفروشه. یک خونه به 200 میلیون چه میخره، تمام که شد، سالش تمام شد، خونه شخصیمه. شما سبب میشی که برکت از زندگیتون در بره. از حوصله همه شما تشکر میکنم، برای همه شما آرزوی موفقیت هستیم. در خدمتتون انشالله در نماز تهجد ساعت 1 و برنامه‌های بعدی شب‌های آینده. التماس دعای خیر، دستای همدیگه رو بفشارید، همدیگه رو حلال بکنید، یه لبخندی هم تو صورت همدیگه بزنید. از حضور همتون بی نهایت سپاسگزاریم و شما رو به خدا میسپاریم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.